من جای شما باشم چجوری پسرمو میبرم اگه پسر داشته باشه؟ مامان و دختر عقب بشینه، بابا راننده، پسر بغل دست، پسر به بابا چای بده، این میوه پوست بگیر، حرف بزنه. بعد یه جا بابا نگار داره بگه پسر خسته شدم یه چند دقیقه تو برو. بابا من که بلد نیستم. اتوبانه، ببین اینجا می خلوته، با سرعت 10 تا بشین یاد بگیری، 17 سالته، ماشاءالله قد 180. بابا ناموسم من بشینم، ناموسن تو بشین. اینجوری میکنه میشینه پشت رول، انقدر اون نیم ساعت اون 20 دقیقه بهش مزه میده، انقدر حس خوب بهش میده، انقدر اعصاب رشو بالا میبره، انقدر احساس شخصیت میکنه که من آدم حساب کردن تا چند ماه و چند سال با شما همه جا میاد. تازه میگه مامان جایی نمیخواد برید سویج میچرخونه، مامان مسافرت نمیرید، مامان ذائقه‌شو برآورده کرد. این بچه دوست داشت دیده بشه، نه اینکه بندازی عقب با یک آبجی کوچولو. ما بلد نیستیم این ذائقه ها رو بسنجیم، بچه‌ها لذت بهشون نمیده، برای همین خیلی جا با ما همراه نمیشن.